شمایی که در بیرون از افغانستان زندگی دارید، به خصوص کشورهای غربی اروپایی و یا سایر کشورها، آیا نگران هستید که فرزندان شما از آموزش قرآن کریم و یا زبان مادری خویش که زبان دری و پشتو است و زبانهای رسمی کشور ماست محروم بمانند؟ و یا نگران هستید که فرزندان شما هویت اسلامی و فرهنگ اسلامی و زبانهای رسمی کشور خویش را فراموش کنند؟ پس شما نگران نباشید. ما نگرانی و تشویش شما را از طریق چینل آموزشی @easy قرآن لرن دری پشتو حل نموده‌ایم. فرزندان شما می توانند از طریق این یوتیوب چینل قرآن کریم را به صورت تجویدی، آسان و با ادای کلمات به صورت درست یاد بگیرند و بیاموزند. همچنان زبانهای رسمی کشور که زبانهای دری و پشتوست و زبان مادری اطفال نازنین شماست را از طریق این یوتیوب چینل از 0 تا 100 در یک فضای مطمئن و بهتر بیاموزند. شما چینل @easy قرآن لرن دری و پشتو را لایک و سابسکرایب نمایید تا دسترسی کامل و ساده و آسان به آموزش قرآن کریم، یادگیری زبانهای رسمی کشور ما داشته باشین. تشکر از شما.